هر چیزی که توی قلب و ذهنت حس می‌کنی بازتابی از کل کیهانه. as above so below. یعنی اینکه جهان معنوی، کیهانی یا همون الهی و جهان مادی و زمینی و انسانی بازتاب یکدیگر هستند و این از لوح زمردین یکی از متون کلیدی کیمیاگری و عرفان غربی گرفته شده و یک مفهوم عمیق و چندلایه داره که امروز می‌خوایم کشف کنیم چطور این اصل از مغز تا ستاره ها تو رو به حقیقت وجودت وصل میکنن. آیا میدونی که 12 دروازه مخفی توی جمجمه دقیقاً چیه و تا حالا عدد 666 رو رمزگشایی کردی؟ همه چیز از اینجا شروع میشه که تو یه جرقه از نور ناب الهی هستی، یک قطره‌ای در اقیانوس بیکران ذهن خدا که بهش هوش کیهانی بی انتها هم میگن. از اولش جدایی و ترسایی‌گو نبود تا اینکه از وحدت الهی به جهان مادی گذر کردیم و وارد بازی زندگی که همون توهم هستش اومدیم. این لایف که بهش در واقع حیات در شکل تکامل هم میگن، همون بازی الهی هستش که و از زمان بیگ بنگ آغاز شد. یعنی توی این بیگ بنگ و این انفجار یک نقطه که وحدت بود تبدیل شد به یک جهان گسترده و خدا همون ذهن کیهانی خواستش که خودش رو از طریق تجربه دوگانگی بشناسه، مثل آینه‌ای که برای دیدن خودش نیاز به انعکاس داشت. پس اون روح و اون جرقه الهی وارد آواتار زمینی شد. رمز آواتار زمینی 666 هستش، یعنی 6 پروتون، 6 نوترون و 6 الکترون که نماد عدد کربن هستش. دوستان توی کتاب مقدس این عدد رو طور دیگری معرفی کرده، ولی توی کابالا این رمز مخفی هستش برای آواتار زمینی و روح یا همون نور خالص در بدن کربنی زندانی شد. از آسمان بی زمان سقوط کرد به جهان سه‌بعدی، جایی که زمان و مکانش خطی هستش و سنگینی میکنه و روح فرود اومد در جنین، یعنی آگاهی الهی فرود اومد در ماده و تو وارد یک سفری شدی که دارای 12 دروازه هستش و تو هر چقدر که از این دروازه ها به دروازه بعدی صعود میکنی در واقع آگاهی تو هم افزایش پیدا میکنه. ولی این 12 دروازه مخفی توی جمجمه تو هم وجود داره که نگهبان کهن الگو هستش. در واقع همون 12 جفت عصب کرانیال هستش که دروازه های ورودی و خروجی به جهان خارجی هستن. بهتره که بدونید برای رسیدن به بعد 12 باید از قلب خودتون کمک بگیرید. قلب در واقع همون مغز کوچک شما هستش که بیش از 40,000 نورون داره و برای پردازش شهود و احساسات شما استفاده میشه. ابعاد آگاهی که راجبش صحبت کردیم از بعد سوم که همون ماده و جدایی و ایگو هستش تا بعد 12 که همون وحدت الهی هستش صعود میکنه و هر بعدی فرکانس بالاتری رو داره. و در اینجا ما میرسیم به رمز کلمه گاد، 3 نیروی اصلی آفریننده، نگهدارنده و نابود کننده که در واقع تمام این دنیا روی همین نیرو میچرخه، از اتم ها بگیر تا کهکشان ها. قلب جایی هستش که روح با خدا یکی میشه و ارث یا همون زمین هم به عنوان آینه قلب هستش و نماد اینه که جهان خارجی بازتابی است از درون شما. و در واقع بازگشت یک نوع یادآوری هستش که تو خودت ذهن خدا هستی که داره توی جسم تجربه میکنه. یه بار دیگه گوش کنید، تو خودت ذهن خدا هستی که داره توی جسم تجربه میکنه. as above so below، جهان هولوگرام ذهن کیهانی هستش. در هولوگرام هر قسمت کوچکی میتونه نشون دهنده کل اطلاعات اون باشه و جهان هم در واقع نشون دهنده کل ذهن کیهان هستش. برای کامل شدن این چرخه 12 گانه خودت باید دروازه ها رو یکی یکی باز کنی و صعود کنی که باید این 12 عصبت رو فعال کنی، چاکراهات رو فعال کنی تا بتونی به وحدت بینام دوباره بازگشت داشته باشی، مثل ذره‌ای که میره و به اقیانوس میپیونده و خودش اقیانوس میشه. تو قربانی این سقوط نیستی، بلکه بازیکن آگاه این بازی الهی هستی.